اگه میخوای بدونی یه سری فعالیت‌های روزمره مثل خوندن کتاب، نوشتن نامه، رفتن به پیاده روی، پرورش گل و گیاه، چرت زدن یا حتی گرفتن اتوبوس و تاکسی به انگلیسی چی میشه، این ویدیو مخصوص خود شما ساخته شده. تا آخر این ویدیو همراه من باشید. اولین فعالیت روزانه‌ای که ممکنه هر روز هم انجام بدیم چرت زدن هستش. Take a nap. Take a nap. چرت زدن با خوابیدن متفاوته. فعل خوابیدن میشه sleep. Sleep. اما چرت زدن میشه take a nap. برای اینکه با این اصطلاح جمله بسازیم، مثلا میخوام بگم که من هر روز چرت میزنم، کافیه که بیام فعل این اصطلاحو که یعنی take هستش به زمان حال ساده بیارم. I take a nap every day. I take a nap every day. یا میخوام بگم که اون خانم مثلا دیروز چرت زد. She took a nap yesterday. She took a nap yesterday. اصطلاح بعدی آماده شدن هست. Get ready. Get ready. Get ready مثلا آماده میشم برای که برم بیرون. من دارم آماده میشم برای که برم بیرون. مشخصه که این جمله به زمان حال استمراری دارم آماده میشم. کافیه که فعل get رو به زمان حال استمراری بیاریم. I'm getting ready to go out. I'm getting ready to go out. عصبانی شدن. Get angry. Get angry. میخوام بگم که اون آقا دیروز عصبانی شد. براش از ضمیر he استفاده میکنم و شکل گذشته فعل get میشه got. He got angry yesterday. He got angry yesterday. به پیاده روی رفتن. Go for a walk. Go for a walk. میخوام بگم که من به پیاده روی میرم هر روز. I go for a walk every day. I go for a walk every day. یا میخوام بگم که اون خانوم she دیروز به پیاده روی رفت. شکل گذشته فعل go چی میشه؟ went. She went for a walk yesterday. She went for a walk yesterday. درست کردن صبحونه میشه make breakfast. Make breakfast. بازم برای اینکه با این اصطلاح بتونیم جمله بسازیم کافیه که فعل make رو در زمان مناسب صرفش کنیم. مثلا میخوام بگم که من دیروز صبحونه درست کردم. شکل گذشته فعل make چی میشه؟ made. I made breakfast yesterday. شستن ظروف میشه wash the dishes. Wash the dishes. یا do the dishes. Do the dishes. میخوام بگم که اون خانوم داره ظرف میشوره. فعل واش رو بعد به زمان حال استمراری یا present continuous استفاده کنم. میشه she's washing the dishes. She's washing the dishes. یا میخوام بگم که من دیروز ظرف شستم. I washed the dishes yesterday. I washed the dishes yesterday. شکل گذشته فعل wash با اضافه کردن ایدی تولید میشه. Wash the dishes. جارو برقی کشیدن کف زمین. Vacuum the floor. Vacuum the floor. vacuum به معنی جارو برقی زدن هستش. جارو کردن اصطلاحش متفاوت هستش. میخوام بگم که اون آقا دیروز کف زمین رو جارو برقی کشید. He vacuumed the floor yesterday. He vacuumed the floor yesterday. آخر فعل vacuum به معنی جارو برقی زدن کافیه ایدی اضافه کنیم تا تبدیل بشه به شکل گذشتهش. شام پختن. cook the dinner. cook dinner. میخوام بگم که دیروز شام پختم. I cooked dinner. I cooked dinner. ایدی به آخر cook اضافه میشه. water the plants. water the plants میشه آب دادن به گیاهان. water اگر نقش اسم رو داشته باشه در جمله به معنی آب هستش، ولی توی این اصطلاح نقش فعل رو داره به معنی آب دادن. میخوام بگم که من هر روز به گیاها آب میدم.
I water the plants every day. I water the plants every day. یا میخوام بگم که اون آقا هر روز به گیاها آب میده. He waters the plants every day. He waters the plants every day. جارو زدن ایوون. ایوون به انگلیسی میشه porch. porch. حالا اینجاست که گفتم جارو زدن با جارو برقی کشیدن فرق میکنه. برای جارو زدن از فعل sweep استفاده میکنیم. sweep. شکل گذشته فعل sweep میشه swept. swept. میخوام بگم که ایوون رو دیروز جارو زدم. I swept the porch yesterday. او خانوم she داره جارو میزنه ایوونا. She is sweeping the porch. اصطلاح بعدی تمیز کردن هستش. تمیز کردن مثلا کف زمین. Mop the floor. Mop the floor. اینجا او صدای آ میده. آ. Mop the floor. من کف زمین رو تمیز کردم. I mopped the floor. I mopped the floor. اصطلاح بعدی گردگیری کردن هستش. مثلا گردگیری کردن مبلمان. Dust به معنی گرد و غبار هستش. ولی اگر نقش فعل داشته باشه به معنی گردگیری کردن هست. دیگه معنی گرد و غبار نمیده. Dust the furniture. Dust the furniture. من دارم مبلمان رو گردگیری میکنم. I'm dusting the furniture. I'm dusting the furniture. زمانش میشه زمان حال استمراری یا present continuous. I'm dusting the furniture. چک کردن پست. Check the mail. Check the mail. mail به معنی پست هستش. Check the mail. Read a book. Read a book. خوندن یک کتاب. میخوام بگم که اون آقا داره کتاب میخونه. الان داره کتاب میخونه. He is reading a book. He is reading a book. نوشتن توی مجله. مثلا مقاله نوشتن توی مجله. Write in a journal. Write in a journal. Exercise regularly. Exercise regularly. مداوم ورزش کردن. Exercise یک فعل هست به معنی ورزش کردن. I exercise regularly. I exercise regularly. من به طور مرتب و مداوم ورزش میکنم. بریم صفحه بعدی. مدیتیشن کردن روزانه. Meditate daily. Meditate daily. Meditate به معنی مدیتیشن کردن هست. یعنی یه فعل هست. میتونم بگم she meditates daily. اون به طور روزانه مدیتیشن انجام میده. مراقبه انجام میده. یا میخوام بگم که اون آقا دیروز مدیتیشن انجام داد. He meditated yesterday. آخر فعل meditate یک دی اضافه میشه تا شکل گذشته اون ساخته بشه. درس خوندن برای امتحانا. Study for exams. Study for exams. مثلا میخوام بگم که اونا دارن درس میخونن برای امتحانا. They are studying for exams. They are studying for exams. مشخصی که جمله‌مون به زمان حال استمراریه چون الان دارن درس میخونن. اصطلاح بعدی کار کردن از خونه هستش. Work from home. Work from home. کار کردن از خونه یک کار مرسومی هستش که جدیداً هم خیلی زیاد شده. یعنی اینکه اون فردی که شاغل یه شرکت یا یک مؤسسه هست لازم نیستش که حتما بره توی محل آفیس شرکت و اون کار رو انجام بده. کافیه که از خونه این کاراشو انجام بده و مدیریت کنه. حالا میخوام بگم که من از خونه کار میکنم. یعنی من دارم تو خونه کارامو انجام میدم. اگه منظورم باشه که همین الان دارم این کار انجام میدم میتونم بگم که I'm working from home. I'm working from home. اگر این کاری که کار کردن از خونه کار این چند وقت اخیرم باشه باید از زمان حال ساده استفاده کنم. I work from home. I work from home. فیلم دیدن. Watch a movie. Watch a movie. میخوام بگم که اون خانوم داره فیلم میبینه. She's watching a movie. She's watching a movie.
زمان حال استمراری استفاده میکنیم. حالا میخوام بگم که من دیروز یه فیلم دیدم. I watched a movie. I watched a movie. آخر فعل watch ایدی اضافه میشه تا شکل گذشته فعل watch ساخته بشه. Listen to music. Listen to music. Listen to music. یعنی به موسیقی گوش دادن. میخوام بگم به موسیقی دیروز گوش داد. He listened to music yesterday. He listened to music yesterday. آخر listen ایدی اضافه میشه. He listened to music yesterday. اصطلاح بعدی این هست گیم بازی کردن. گیم خودش به معنی بازی هستش. Play a game یعنی اینکه یک بازی رو انجام دادن، یا حالا ما میگیم گیم بازی کردن. میخوام بگم که اون بچه ها دارن گیم بازی میکنن. Those children are playing a game. Those children are playing a game. Call a friend. Call a friend. به یک دوست تلفن زدن. Call a friend. میخوام بگم که من دیروز به یه دوستی تلفن زدم. I called a friend. I called a friend yesterday. آخر فعل call ایدی اضافه میشه تا شکل گذشته اون ساخته بشه. Send a text message. Send a text message. پیام متنی فرستادن. Send یک فعل هست به معنی فرستادن. میخوام بگم که اون آقا دیروز یک پیام متنی فرستاد. کافیه فعل send رو به زمان گذشته ساده بیارم و شکل گذشته ساده فعل send میشه sent. Sent. He sent a text message. He sent a text message. بریم اصطلاحات بعدی رو یاد بگیریم. لباس شستن. Do the laundry. Do the laundry. Do the laundry. میخوام بگم که او خانوم لباس میشوره. She does the laundry. She does the laundry. Do تبدیل میشه به شکل سوم شخصش که does هست. چرا؟ چون فاعلمون اون خانوم هست که سوم شخصه. She does the laundry. چک کردن رسانه‌های اجتماعی. چک سوشال میدیا. چک سوشال میدیا. حالا میخوام بگم که من دارم همین رسانه‌های اجتماعی رو چک میکنم. زمان حال استمراری بعد استفاده کنم. پس فعل چک رو میبرم به زمان حال استمراری. I'm checking social media. I'm checking social media. خرید کردن مواد غذایی. Go shopping میشه خرید کردن، اما خرید کردن مواد غذایی اصطلاحش میشه go grocery shopping. Go grocery shopping. میخوام بگم که داره میره که خرید مواد غذایی بکنه. اون آقا He is going grocery shopping. He is going grocery shopping. Make a to-do list. Make a to-do list. to-do list یک لیستی هستش که توی اون لیست مشخص میکنیم که چی کار باید انجام بدیم و چی کار باید انجام ندیم و هر وقت که کاری رو انجام دادیم مثلا جلوش یه چک مارک میذاریم که این کار انجام شد. حالا برای اینکه روزانه بتونیم کارامون رو به موقع انجام بدیم و به همه کارمون برسیم بهتره که یه لیستی، یه to do لیستی داشته باشیم و درست کردن این to do list میشه make a to do list. حالا میخوام بگم که من دارم یک لیستی از این کارهای ضروریم درست میکنم. I'm making a to do list. I'm making a to do list. زمان حال استمراری استفاده کردم. پرداخت کردن صورت حسابا. Pay bills. Pay bills. میخوام بگم که اون آقا صورت حسابا رو پرداخت کرد. کافیه که فعل جمله که pay هست و به زمان گذشته بیارم. He paid bills. He paid bills. شکل گذشته فعل pay میشه paid. He paid bills. مصرف کردن ویتامین. Take vitamins. Take vitamins. حالا میخوام بگم که اون خانوم
هر روز مثلا ویتامین مصرف میکنه. She takes vitamins every day. She takes vitamins every day. مرتب کردن کمد. Organize the closet. Organize the closet. Closet میشه کمد لباس. کمدی که معمولا لباسا و کفشامون رو توش میذاریم. Organize هم میشه مرتب کردن و طبقه بندی کردن و چیدن. Organize the closet. میخوام بگم که اون آقا مثلا کمدشو مرتب کرد. کافیه که فعل organize که به معنی مرتب کردن هستش رو به زمان گذشته بیارم. میشه he organized the closet. He organized the closet. اون آقا کمد رو مرتب کرد. میخوایم بگیم کمدش رو مرتب کرد، میگیم he organized his closet. طبقه‌بندی مواد بازیافتی. میدونیم که تو خیلی از کشورها مرسوم هستش که قبل از اینکه زباله ها رو بیرون بذارن، اونا رو چیکار میکنن؟ توی چند گروه مختلف میذارن که قابل بازیافت باشه. حالا این کار رو بهش میگن sort the recycling. Sort the recycling. طبقه‌بندی مواد بازیافتی. I'm sorting the recycling. I'm sorting the recycling. دارم مواد بازیافتی رو سورتشون میکنم، طبقه‌بندیشون میکنم. Fold the clothes. Fold the clothes. Fold the clothes میشه تا کردن لباس. میخوام بگم اون آقا لباسا رو تا کرد. He folded the clothes. مثلا دیروز. He folded the clothes yesterday. آخر فعل fold ایدی اضافه میشه تا به شکل گذشته در بیاد. چیدن میز. Set the table. Set the table. I'm setting the table. I'm setting the table. یعنی دارم میز رو میچینم. بردن سگ به پیاده روی. Walk the dog. Walk the dog. Walk the dog. میخوام بگم که سگم رو به پیاده روی بردم. I walked my dog. I walked my dog. آخر فعل walk ایدی اضافه کردم. بازی کردن با بچه ها میشه play with children. Play with children. اون آقا داره با بچه ها بازی میکنه. He's playing with children. He's playing with children. زمان حال استمراری. یا میخوام بگم که اون خانم طبعا هر روز با بچه ها بازی میکنه. She plays with children. She plays with children. به شکل حال ساده بعد جمله رو بگم و چون سوم شخص هست فاعلمون شی، باید آخر فعل play اس اضافه بشه. مسواک زدن دندوناتون. Brush your teeth. Brush your teeth. نخ دندون کشیدن دندونامون یا دندوناتون میشه floss your teeth. Floss your teeth. shave به معنی اصلاح کردن هستش. مثلا میخوام بگم که اون آقا هر روز ریششو اصلاح میکنه. He shaves his beard every day. He shaves his beard every day. beard میشه ریش و shave هم به معنی اصلاح کردن هسته. زمان جمله هم به زمان حال ساده هست. شانه کردن موهاتون. comb your hair. comb your hair. comb یک فعل هست به معنی شانه کردن. اصطلاح بعدی استفاده کردن از deodorant. apply deodorant. apply deodorant. میخوام بگم که از deodorant استفاده کردم. کافی فعل apply رو به شکل گذشتهش بیاریم چون جمله من به زمان گذشته هستش. پس میشه I applied deodorant. I applied deodorant. فعل apply شکل گذشتهش با برداشتن y و اضافه کردن IED ساخته میشه. مرطوب کردن پوستتون میشه moisturize your skin. Moisturize your skin. Moisturize your skin. میتونید به جای your از هر صفت ملکی دیگه متناسب با فاعل استفاده کنید. مثلا اگر فاعل I هست، میخوام بگم من پوستم رو مرطوب میکنم، باید از صفت ملکی my استفاده بکنم. پس میشه I moisturize my skin. I moisturize my skin. من پوستم رو مرطوب میکنم. جمله به زمان حال ساده هستش. حالا میخوام بگم که اون خانوم پوستش رو مرطوب کرد. She moisturized her skin. She moisturized her skin. کافی که آخر
فعل moisturize رو یه دی اضافه بکنم تا شکل گذشته اون ساخته بشه. اتو کردن لباساتون. iron your clothes. iron your clothes. iron your clothes. iron اگر نقش اسم رو داشته باشه در جمله به معنی آهن هستش، ولی اگر نقش فعل رو در جمله داشته باشه مثل همین عبارت به معنی اتو کردن هستش. حالا میخوام بگم که لباسامو اتو کردم. I ironed my clothes. I ironed my clothes. میخوام بگم که هر روز لباساشو اتو میکنه. She irons her clothes every day. She irons her clothes every day. این جمله به زمان حال ساده است به خاطر اینکه یک کار مستمر و روزانه و یک کار روتین هستش. بنابراین باید شکل حال ساده iron رو برای سوم شخص بسازیم که میشه she irons her clothes. مرتب کردن تخت میشه make the bed. make the bed. میخوام بگم تخت رو مرتب کرد. این جمله به زمان گذشته است. کافیه که فعل make و شکل گذشتهش رو بسازیم که میشه made. پس میشه he made the bed. he made the bed. تخت رو مرتب کرد. تنظیم کردن ساعت میشه set the alarm. set the alarm. set the alarm. حالا میخوام بگم که ساعت رو تنظیم کردم. I set the alarm. I set the alarm. set از اون افعالی هستش که شکل ساده و شکل گذشته و حتی شکل سوم اون هیچ تغییری نمیکنه. I set the alarm. ساعت رو تنظیم کردم. قفل کردن در میشه lock the door. lock the door. lock the door. حالا میخوام بگم که در رو قفل کرد، یعنی یه جمله به زمان گذشته بسازم. بنابراین باید آخر فعل lock ایدی اضافه کنم. کاری نداره. حالا میخوام بگم در رو قفل کرد، میگم چی؟ He locked the door. He locked the door. اون آقا در رو قفل کرد. چک کردن زمانبندی. check the schedule. check the schedule. check the schedule. به تلفظ schedule دقت بکنید. زمان بندی مثلا یه لیستی هستش که تهیه میکنیم و میگیم مثلا میخوایم تو این ساعت چه کاری انجام بدیم، کار بعدیمون چیه، برنامه‌مون برای فردا چیه. حالا چک کردن این لیستمون میشه check the schedule. میخوام بگم که زمان بندی رو چک کرد. She checked the schedule. She checked the schedule. کافی که آخر فعل check ایدی اضافه کنم تا شکل گذشته ساخته بشه، چون دارم میگم چک کرد. حالا میخوام بگم که هر روز زمان بندی رو چک میکنه. She checks the schedule every day. She checks the schedule every day. گرفتن دوش میشه take a shower. take a shower. میخوام بگم دوش گرفت. بنابراین بعد این جمله رو به زمان گذشته بنویسم. چطوری به زمان گذشته میتونم این عبارت رو در بیارم؟ کافیه که فعل take رو تبدیل بکنم به شکل گذشته اون که میشه took. پس میشه he took a shower. he took a shower. تمیز کردن ظرفا میشه clean the dishes. clean the dishes. البته do the dishes و wash the dishes هم استفاده میشه. با همین clean the dishes میخوایم جمله بسازیم و بگیم که هر روز ظرفا رو میشوره، ظرفا رو تمیز میکنه. He cleans the dishes every day. He cleans the dishes every day. چون که هر روز این کار میکنه به زمان حال ساده یا simple present بعد جمله بسازیم و کافی که فعل clean رو آخرش اس اضافه بکنیم و شکل حال ساده اونو برای سوم شخص که اون آقا هست بسازیم. پس میشه he cleans the dishes. میخوام بگم که ظرفا رو تمیز کردم. I cleaned the dishes. I cleaned the dishes. جمله به زمان گذشته هستش و با اضافه کردن ایدی فعل clean تبدیل میشه به شکل گذشتهش که cleaned هستش. پاک کردن کانترها میشه wipe the countertops. wipe the countertops. پاک کردن مثلا جمع جور کردن روی کابینت. میخوام بگم که کابینت ها رو جمع جور کردم، روشو نه داخلشو. میگم I wiped the countertops. I wiped the countertops. آخر فعل wipe دی اضافه میشه تا شکل گذشته اون ساخته بشه. با زدن حیوان خونگی میشه brush your pet. brush your pet. به جای your میتونید هر صفت ملکی دیگه استفاده بکنید. میخوام بگم که حیوان خونگیشو هر روز برس میزنه. میشه she brushes her pet every day. she brushes her pet every day. تمیز کردن ظرف خاک گربه. clean the litter box. clean the litter box.
clean the litter box. litter box همون ظرف خاک گربه هستش. میخوام بگم که ظرف خاک گربه رو هر روز تمیز میکنه. He cleans the litter box. He cleans the litter box. جمله به زمان حال ساده هست چون هر روز این کار رو انجام میده. بیرون بردن آشغالا میشه take out the trash. take out the trash. take out the trash. میخوام بگم که آشغالا رو بیرون برد، یعنی اینکه این اصطلاح برای شکل گذشتهش استفاده بکنم. کافیه فعل take رو تبدیلش بکنم به شکل گذشتهش که میشه took. take out میشه took out. He took out the trash. He took out the trash. آشغالا رو بیرون برد. چک کردن هوا میشه check the weather. check the weather. check the weather. هوا رو چک کردم. I checked the weather. I checked the weather. کافیه که آخره فعل check ایدی اضافه بکنیم تا شکل گذشتهش رو بسازیم و بشه چک کردم. بسته بندی کردن نهار میشه pack a lunch. pack a lunch. pack a lunch. میخوام بگم هر روز بسته بندی میکنه نهار برای مثلا شوهرش، برای بچهش. میشه she packs a lunch every day. she packs a lunch every day. زمان جمله میشه حال ساده. چرا؟ چون این کار هر روز اون خانوم هستش. بنابراین از شکل حال ساده فعل پک استفاده میکنیم و چون فاعلمون سوم شخص هست باید آخرش یه اسم اضافه بکنیم به فعل پک. She packs a lunch every day. زود رفتن به رخت خواب میشه go to bed early. go to bed early. میخوام بگم که زود به رخت خواب رفتم. برای اینکه جمله به زمان گذشته است کافیه فعل go رو تبدیل بکنم به شکل گذشته اون که میشه فعل went. حالا میخوام بگم زود به رخت خواب رفتم میشه I went to bed early. I went to bed early. خب اگه تا اینجا ویدیو مورد قبولتون بوده و ازش خوشتون اومده لطفاً لایک یادتون نره و کانالمون هم سابسکرایب کنید. بریم ادامه این اصطلاحات رو با هم دیگه یاد بگیریم. زود از خواب بیدار شدن میشه wake up early. wake up early. wake up early. میخوام بگم که زود از خواب بیدار شدم. jumله رو به زمان گذشته بسازم. کافیه که phrasal verb به wake up رو تبدیل بکنم به شکل گذشته اون که میشه woke up. woke up. I woke up early. I woke up early. زود بیدار شدم از خواب. خاموش کردن لامپ ها میشه turn off the lights. turn off the lights. turn off the lights. خاموش کردن لامپا. حالا میخوام بگم که اون خانوم کارش اینه که هر روز لامپا رو خاموش میکنه. She turns off the lights every day. She turns off the lights every day. She turns off the lights every day. جمله به زمان حال ساده یا simple present هست. غذا دادن به حیوانات خونگی. Feed the pets. Feed the pets. Feed the pets. اون آقا هر روز به حیوانات خونگی غذا میده. چون کار هر روزش هست بعد جمله‌مون رو به زمان حال ساده یا simple present بنویسیم. He feeds the pets every day. He feeds the pets every day. آب دادن به گلا میشه water the flowers. water the flowers. water the flowers. water به معنی آب هم هست ولی اینجا چون نقش فعل داره به معنی آبیاری کردن و آب دادن هستش. میخوام بگم که به گلا آب داد. He watered the flowers. He watered the flowers. میخوام بگم که هر روز به گلا آب میدم. من هر روز به گلا آب میدم. باید simple present استفاده بکنم چون که کار هر روز من هست. I watered the flowers every day. I watered the flowers every day. چک کردن ایمیل میشه check email. check email. check email. میخوام بگم که ایمیلمو چک کردم. I checked email. I checked email. میخوام بگم که اون خانم هر روز ایمیلشو چک میکنه. She checks email every day. She checks email every day. خوندن اخبار میشه read the news. read the news. read the news. میخوام بگم که اخبار خوندم. I read the news. I read the news. شکل گذشته فعل read از لحاظ نوشتاری هیچ فرقی با شکل ساده اون نداره ولی به لحاظ تلفظ فرق میکنه. تهیه لیست مواد غذایی. Make a grocery list. Make a grocery list. میخوام بگم که اون خانوم یک لیست مواد غذایی تهیه کرد. برای اینکه این جمله به زمان گذشته است کافیه که فعل make رو به شکل گذشته اون بیارم که میشه made. She made a grocery list. تمیز کردن ماشین میشه clean the car. clean the car.
برنامه‌ریزی کردن برای مسافرت میشه plan a trip. plan a trip. plan a trip. حالا میخوام بگم که برای مسافرت برنامه‌ریزی کرد. She planned a trip. She planned a trip. کافی فعل plan رو که معنی برنامه‌ریزی کردن هستش با آخرش ایدی اضافه بکنم تا شکل گذشتهش ساخته بشه. رفتن به پیکنیک میشه go on a picnic. go on a picnic. go on a picnic. میخوام بگم به پیکنیک رفتم. این جمله به زمان گذشته هستش. برای که این جمله رو به زمان گذشته بسازیم کافیه که فعل go رو به شکل گذشته اون در بیاریم که میشه went on a picnic. رفتن به پیاده روی go for a hike. go for a hike. میخوام بگم به پیاده روی رفت. She went for a hike. She went for a hike. شاید بپرسید walk هم به معنی پیاده روی کردن هسته. چرا اینجا hike استفاده شده؟ به خاطر اینکه hike به معنی پیاده روی کردن توی طبیعت هست، توی کوه، توی جنگل، ولی walk به معنی پیاده روی معمولی مثلا تو خیابون، تو خونه، تو مدرسه هستش. اصطلاح بعدی بازدید کردن از موزه هست. visit a museum. visit a museum. visit a museum. به کنسرت رفتن میشه attend a concert. attend a concert. attend a concert. go to a concert هم میشه ولی attend a concert مرسوم‌تر و اصطلاح رسمی‌تر و زیباتری هستش. میخوام بگم که به کنسرت رفت. He attended a concert. آخر فعل attend یک ایدی اضافه میکنیم. He attended a concert. به کنسرت رفت. برنامه‌ریزی کردن برای مهمونی plan a party. plan a party. plan a party. plan کلا به معنی برنامه‌ریزی کردن هستش. باز هم مثل plan a trip برای plan a party هم اگر میخوایم شکل گذشته‌شو رو بسازیم کافیه ایدی اضافه بکنیم. نامه نوشتن میشه write a letter. write a letter. میخوام بگم که یک نامه نوشتم. شکل گذشته این اصطلاح بیارم. I wrote a letter. I wrote a letter. و start a hobby. start a hobby. start a hobby به معنی شروع کردن یه سرگرمی هستش. میخوام بگم که من یه سرگرمی جدید رو شروع کردم. جمله به زمان گذشته هستش پس فعل این اصطلاح رو باید به زمان گذشته بیاریم. I started a new hobby. I started a new hobby. I started a new hobby. یک هابی جدید، یه سرگرمی جدید رو شروع کردم. Learn a new language. Learn a new language. یاد گرفتن یه زبان جدید. میخوام بگم که یه زبان جدید یاد گرفتم. I learned a new language. I learned a new language. ایدی اضافه میشه. حالا داوطلب در یه خیریه شدن یا داوطلب شدن توی یه خیریه. Volunteer at a charity. Volunteer at a charity. Volunteer هم به معنی داوطلب هست هم به معنی داوطلب شدن. میخوام بگم که توی یه خیریه داوطلب شد. She volunteered at a charity. She volunteered at a charity. توی یه خیریه داوطلب شد. جمله به زمان گذشته هستش. کافیه فعل volunteer رو آخرش ایدی اضافه بکنیم. تمرین یه ساز موسیقی. Practice a musical instrument. Practice a musical instrument. میخوام بگم که یک ساز موسیقی هر روز تمرین میکنه. She practices a musical instrument. She practices a musical instrument. چون کار هر روزش هستش بعد به صورت حال ساده یا simple present نوشته بشه و چون فاعلمون she هستش یا third person یا سوم شخص هست بعد آخرش اس اضافه بشه فعل practice. She practices a musical instrument. برداشتن یک کلاس میشه take a class. Take a class. Take a class. میخوام بگم یک کلاس برداشتم. I took a class. I took a class. I took a class. دستور پخت جدید امتحان کردن. Try a new recipe. Try a new recipe. Try a new recipe. recipe معنی دستور پخت مواد غذایی یا دستور پخت مثلا آشپزی هستش. حالا اگه میخوایم یه دستور پخت جدید امتحان بکنیم از این اصطلاح استفاده میکنیم. I tried a new recipe. I tried a new recipe. من یه دستور پخت جدید امتحان کردم. کافیه فعل try رو به شکل گذشته اون در بیاریم که میشه tried. وایش برداشته میشه IED اضافه میشه. کاشتن یه باغچه یا سبز کردن یه باغچه. plant a garden. plant a garden. plant a garden. plant به معنی کاشتن و در واقع مثلا سبز کردن گیاهان هستش. البته به معنی خود گیاه هم میشه ولی اگه نقش فعل داشته باشه به معنی کاشتن هست، سبز کردن هست.
I planted a garden. I planted a garden. من یک باغچه کاشتم. تعمیر کردن وسیله خراب چه fix something broken. fix something broken. مثلا من ماشینم رو تعمیر کردم. I fixed my car. I fixed my car. کافیه که آخر فعل fix ایدی اضافه بکنیم تا شکل گذشته اون ساخته بشه. استراحت کردن و ریلکس شدن چی میشه؟ relax and unwind. relax and unwind. میخوام بگم که دراز کشیدم، ریلکس کردم و استراحت کردم. I relaxed and unwind. I relaxed and unwind. کافیه که بعد از هم فعل relax هم فعل unwind ایدی اضافه بکنیم و شکل گذشته اونو بسازیم. حالا میخوایم بگم که هر روز استراحت میکنه و ریلکس میکنه. میگم چی؟ She relaxes and unwinds. She relaxes and unwinds. چون که کار هر روزش هست باید جمله‌مو به زمان حال ساده نوشته بشه. خب دوستای عزیزم این مجموعه اصطلاحات تموم شد اینجا. اصطلاحات بسیار کاربردی که میتونید توی مکالمات روزمره‌تون ازش استفاده بکنید و باهاش تا دلتون بخواد جمله بسازید. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. برای اینکه ویدیوهای بیشتر ببینید لطفاً لایک و سابسکرایب کنید و کانالمون هم به دوستاتون معرفی کنید. تا یه ویدیوی دیگه، یه درس جدید دیگه، فعلا خدا نگهدار. پیروز و موفق باشید.